سلام علیکم، چقدر خوش اومدید به کانال محیط. سلام بذاریم مشتاق قطعش کن. آفرین. خب من محیط نیستم، من محمد ایدری. حالا بذار خب اومدیم به سری غلام، بازگشت غلام پارت 2. بریم که با هم شروع بشیم. خب مپو میایم باز میکنیم تا بیاره. لایک کردی؟ آره دیگه. ساب چی؟ کامنت گذاشتی؟ اومد اینجا نشستی؟ باید کامنت گذاشته باشی. کامنت زیر ویدیو نگیدن دهنت سرویس کنم. برو کامنت بذار همین الان. خب این از مپمون. وقتشی که بریم چوبا رو در باسنهای محترم فلجرها وارد کنیم. دارم کور میشم با این نوره. ولی اسم کنم که کیفیت ویدیو خیلی بهتر شده. کامنت کن کیفیت بهتر شده؟ نشده؟ بادا وای فلچری آره. خب توتیم 16 تا در بیاریم. خب 16 تا امرالد در بیاریم. خب من راستی بچه یه قار پشت خونمون بود، رفتم لوتش کردم آف کامرا تو شاد. آره رفتم لوتش کردم. لوتای زیاد جالب نداشت. اینا همون این گندمایی که از این ویلیج جمع کردم. خب این یکی چه است؟ خب اینم خالیه. یکی هم آره چیزی نبود. یه دونه دایمند پیدا کردم، یه دونه طلا، یه دونه 4 تا هم آیرون که از قبل داشتیم. نه 4 تا کم بیشتر بود. چرا کم شده؟ کجا بودیم؟ کامنت گذاشتی اومدی اینجا دوباره. برو کامنت تو بذار. کامنت بذار. بی‌تربیت. خب ولش کن. کامنت بذار. یادم نمیره. کامنت بذار. آره این هم از این چوبارم میذاریم. آره بیشتر بود. این هم آیرونمون خیلی بیشتر از این حرفا بودش. خب یه کجا بریم؟ یه هم از اینا رو نون کنیم. نون چیزی بود. چو بر سر نونم یادت رفت. و چند تا شد؟ 21. خب یه استک خورده داریم و دیگه بریم که شروع داشته باشیم. از یاد من برو ای بیبرارم. ببینی چقدر صورتم خوشگل شده. چرا مطالعه رو گذاشتم مثلا پروژکتور مثلا.
یه دارم کور میشم ولی خوب کسی قدر نمیدونه که قدر من هیچی نمیدونه. همه شما یه زحمت بکشم بی تربیتی دیگه، نه لایک میکنید نه ساب میکنید، شعور ندارید شعور. خب دیگه چی کار کنیم؟ بریم یکم چوب بزنیم، دوباره یه فلچر دیگه گیر بیاریم. فلچر حالا داداش ما به عبارتی نه، ما به عبارت 16 تا امرالد آی خاکم 16 تا امرالد، 19 تا آیرون، 19 تا آیرون، یه گلدن اپل، یه دونه طلا و یه دونه دایمند داریم. اصلا ثروتمندیم بچه‌ها، کم نیاریم انقدر جلویم ما. الان با این وضعیت ما میخوایم بریم ندر. واقعا من که نمیرم، آقا جایی هم آخه نداریم بریم ماین. بپر باز شده بودی یادم رفت آقا من چیز کنم. حداقلش همین که تا ما شاید این تخت 20 ها بمونه اینجا چوبوندیم. یه دونه طلا کجای من بیرسه؟ خب دن سرویس اصلا ما ثروتمندیم، ما یه دونه طلا داریم. یه دونه طلا یعنی چی؟ یعنی ثروت. آسمان چشم او آینه کیست، آنکه چون آینه با من روز. بلند شو بریم بابا، بخواب تیکه بخواب. باز شما بخوابه آنکه چون آینه با من رو به رو بود، درد و نفرین بر سفر باد. سلام خوب بزنیم کامنت که نمیذاریم، فوش هم که تو ویدیو میدید، ساب هم که نمی کنید، لایک هم که نمی کنید، قرم میزنید. به خدا من دیگه کشش ندارم ها، میذارم میرم ها. برو بگی بخواب، برو بگی بخواب. دستشویی داره من. خب آقا هم بریم چوب میزنیم و دنبال یه قار درست حسابی. اینجا هم چیزی هست بریم اونجا بگردیم. اصلا بعد هر سر بلاهی سرازیری در کار نبود، از اول همش قر همش زیر چشمات نبود. ای وای به محمد ایدری صد وای. آقا یک آبه یعنی چی آنجا؟ ای وای به محمد ایدری صد وای. من که زغال داریم ولی بازی میکنم. بکن
خوابم نبرده. چرا خوابم برده؟ بسه دیگه، من زغال نمیخوام، من آیرون میخوام، من دایمند میخوام. تو چشام نگاه کن، میبینی کامل سرزش دیگه، بیشوری. شور درخت یا اول فصل. ای وای به محمد ایدلی، ای وای به محمد ایدلی، زد وای به محمد ایدلی. ای که نشونه ای غلوم ما، ای که نشونه ای غلوم ما، نوکر جاسو تو باشوم ما و نوکر جاسو تو باشوم ما. ای وای به محمد ایدلی. اما واقعا دچار یک مریضی بیمارگونه شدیم. اما هم استیک داشتیم هم زغال برگشتیم. اعصاب برای ما نمیمونه دیگه، اعصاب برای ما نمیمونه. 52 زغال خود بریم برگردیم. خب پشتم تاریک شد. هستم ولی میخوام بازی کنم. آقا این دفعه خیلی دیوونه شدیم دیگه. میم آیرون زغال داشتیم، استیک هم داشتیم، ولی دوباره خونه. مثلا هوشو میبینید، هوش جوان مردانه خوب مردانه. اصلا آقلم از مردای روزگاره که لنگه ای توش نیست. که داره برای خود و همه ماینکرافت پلیرها تلاش میکنه. داره کوه اورست و فرد درست نمیشه. من چقدر ادبیات فارسی هم تغییر دادم. فرد کوه اورست و فتح میکند ولی بالا نمیرود، فتح میکند. برو 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 برو. ای تو یه چیزی بذار دلمو باشه. عاشقم من، دنیای من تویی تو. عاشقم من، رویای من تویی تو. ای که بی تو شبم سحر نمیشه. عاشقم من، عاشقم من، دنیای من تویی تو. عاشقم من، رویای من تویی تو. ای که بی تو شبم سحر نمیشه. عاشقم من. خب داداشای گلم، اومدیم اینجا کم گوشت بخورم، بریم به ماین. آقا چرا این قاره چقدر بی‌برکته؟ چی نداره؟ یا خدا وای وای مردم مردک های مادر. اما میام سراغتونو. جونور مادر.
برو دیگه. خودم رو جون کندم. شما دفاع خودم. وای چی هم آرمور نداریم اصلا. ماینمون دا جرا داره دایی جان. ای خدا. برو تو این ایونت. من چرا اصلا شانس ندارم. آقا ما نمیده ماین کنیم. با بریم فردا بیام. شکل خیلی بی‌تربیتی قاره خالی و داغونی داری که من ازش متنفرم. یعنی چه قاریه؟ مانکرافت قاره پربرکتی داریم. یه تیکه آیرون توش نیست. چیه این؟ چیه تو دستم؟ آقا این قارش خیلی دوباره کامنت نشی؟ میشه احسا من خود بری کامنت رو بذاری همون. به خدا دارم میگم کامنت نشته باشی ویدیو رو قطع میکنم. ای باید تو خونه با تعامل برگردیم. تو رو خدا نمیریم. تو یه محمد ایدری بذار حال کنیم. خب رسیدیم خونه بچه ها. بالا نشه بینیم بابا. یاردم قلی مونده جای غلام گرفته. ها با تو مینیم بابا. حساب ندارم. چیه مشکلی داری؟ همون؟ بودو مینیم بابا بودو بینم. یا حسین من میخواد دهنم رو سرویس کنه. فرن فرار کنیم از دست این یارو آیرون قلوم. امروز فقط فشار خوردیم و هیچی گیرمون نیومد. یعنی چی باید هم فشار بخورم همیشه گیرمون نیاد؟ چه زندگی من دارم. کامنت که نمیذارید، لایک نمی کنید، ساب نمی کنید. من دیگه چی بگم بهتون؟
این همه فشار خوردم رفتم تو غار، هیچی گیرم نیومد. یعنی چی؟ یعنی چی؟ سکوت بدی گرفت فانلو. چیکار کنیم؟ لایک نمی‌کنید دیگه، بی تربیتید دیگه. دوستان بی تربیت لایک کن. این بیل فلیچر. های بیا اینجا ببینم. های 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 پیشته. خب بچه تخفیف گرفتیم ازش. 32 تا 31 20 زغال گرون کرد. 20 زغال میداد یه امرال، 25 تاشو میده یه امرال. تخفیف داد بهمون 2 تا امرال مساویه با یه دونه تیکمون رو کردش یه امرال مساویه با یه تیکم. میبینی من شانس منو؟ فقط من بد شانسی دارم. فقط ها. دوتا دیگه کردیم تو پاچه این یارو. خوبه یه شده 16 تا با این 3 تا نون مصرف 16 تا با 19 تا به عبارت یلا چیز داریم امرات. قدی خوابم میاد خود میپرسیم ای ساعت اونجا چنده؟ گرون، خیلی گرون. من چقدر خوش مزم. بعد خودم بمیرم به خیال. خب مرسی بچه تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. ممنون میشم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. پارت 3 محمد ایدری با پارت 3 باز سرگذشت بازگشت آقلا میخوای لایک کن. فقط لایک نکنی شب میام خونتون. میام ها. آدرس رو پیدا میکنم. محمد ایدری خطرناکتر از این حرف هست. خداحافظ.